در این روزهای اخیر رمضان یک فریضه دیگه متوجه ما و شماست، یک حکم دیگه که زکات الفطر است. یعنی به خاطر نعمت و شکر و سپاسگزاری افطاری و آمدن عید زکات فطر بتیم. دین اسلام دین محبت، دین اخوت و دین برادری است و دینی است که هر مسلمان الله مکلف کرده که یکی از دیگه خود از حالات یک دیگه خود از مشکلاتش خبر باشه و به مشکلات یک دیگه خودان رسیدگی کنن. فقیرا، مسکینا، کسایی که محتاج هستند، پول ندارن، سرمایه ندارن، حالت زندگیشان خوب نیست، به اونا توجه خاص کنن. زیرا عید مسلمان ها دو عید است، یکی عید رمضان است، دوم عید اضحی یا عید قربان است. در این روزها مسلمان ها جمع میشن و تجلیل میکنن و خوشحالی میکنن، اما فقیرها و مساکین اونا را باید توجه خاص کنن. در هر دو عید الله حکم صادر کرده. در عید قربان باید قربانی کنن و با فقرا و مساکین برادرایی که الله برشان پول زیاد نداده به اونا رسیدگی کنن. در عید رمضان یا در عید سید فطر در زکات فطر را فرض کردگی است الله. قسمی که حدیث صحیح است در بخاری مسلم متفق علیه عن ابن عمر رضی الله عنهما قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين متفق علیه. عبدالله ابن عمر میگه که فرض کرد رسول الله، یعنی حتمی است، ضروری است که باید ادا شود زکات الفطر، زکات فطر را، زکات ازی که افطاری میکنه این چند روز بعد. زکات فطر فرض کردگی صاع من تمر، یک پیمانه است خرما، او صاع من شعیر یا یک پیمانه است جو. در دیگه حدیث می یا یک پیمانه از گندم و یا یک پیمانه از کشمش و همی قسم دیگه چیزایی که خوراک مشهر می باشد. علی العبد به بالای بنده الله که حتی غلام باشد، و الحر آزاد باشد، و الذکر مذکر باشد مرد باشد، و الانثى و الصغیر و الکبیر یا خرد است یا کلان است من المسلمین از مسلمان ها. یعنی هر کسی که سرپرست فامیل است و کسایی که زیر دستانش است، اطفالش است، از کل از اون مسئولیت داره که زکات فطر بپردازه. یک ثابته، نیم سا هم آمدگی است اما او مرجوح است، ثابت نیست. در حدیث از او اختلاف است که نیم سا را علما رد کردگی، بعضی نیم سا را قبول کردند. سا پیمانه را میگه، پیمانه ای که در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه بود، شهر مدینه، و حکومت و دولت مسلمان ها در اونجا بود. یک سا در او وقت به حساب او وقت، حالا ما و شما کیلو میگیم، یعنی چهار دفعه دو دسته یک مواد خوراکه را که بگیری، کسی که دستایش متوسط باشه، بسیار کلان نه، متوسط، 4 دانه از این، یا برنج باشد یا کشمش است یا خرما است یا پنیر است، هر چی که است، 4 دانه از این را که میگیری میپرتی. این با وزن فعلی که است 2 کیلو و 750 گرم میشه، یعنی تقریبا 3 کیلو، بعضی ها 2 کیلو 800 گرم، بعضی ها 2 کیلو 500 گفتگی است، یعنی 2.5 کیلو یا 3 کیلو خوب میاد، یعنی 1.5 گرم کم 3 کیلو. کسایی که سرمایه داره، کسی که میگه من زندگیم خوب نیست و نه 2.5 کیلو 2.5 کیلو کم نباشه، این را ادا بکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگه حدیث میاد که دمی حدیث میاد و امر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم ان تؤدى که ادا شود قبل ان یخرج الناس الى صلاه العید، پیش از اینکه مردم به نماز عید میروند. فرض شدنش، واجب شدنش در روز آخر رمضان که آفتاب غروب میکنه، این نمی وقت فرض میشه. هر کسی که دمی وقت حیات داشت سر از این فرض است. حتی اولادش اگر پیش از غروب آفتاب پیدا میشه، او هم صرف از حامله، اطفال حامله که حمل است، یعنی درش کم مادر است، از طرف از این داده شوه. یعنی در این عثمان رضی الله عنه
از اطفالی که حمل می بودن، یعنی در شکم مادر می بودن، هم می پرداخت. یعنی دادن از او مستحب است، واجب فرض نیست. اما او اطفالی که به دنیا آمده باز فرض است که پدرش و سرپرستش از طرف از او بپردازه. کدام نوع غذا را بپردازد؟ ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرماید، حدیث صحیح در بخاری، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرد که ما طعام و غذای شهر خود بپردازیم، 1 صاع 1 پیمانه. بعد میگه و کان طعامنا التمر، میگه غذای خوردنی ما در وقت خرما بود و زبیب و کشمش بود و اقط یا اقط یعنی پنیر بود، شیر خشک میگه. و یعنی این از این فهمیده میشود و جمهور علما مجتهدین میگویند که در هر شهر خوراکش که چیزی میباشه او و اکثریت مطلق فعلی علمای معاصر این را ترجیح میتن که برنج بهترین خوب چیز است، زیرا گندم آرد میکنی و خمیر میکنی مشکلاتش زیاد است. در وقت بهترین غذایشان گندم بود، زیرا کم میافت میشد، قیمتی بود یا آرد گندم بود. حالی که است عام در شهر ما و شما برنج است که از این فقیر بسیار خوب میتونه استفاده کنه، حتی نان نباشه هم من حیث غذا هم من حیث نان است میشه استفاده شد. پس برنج بپردازین بهترین است. اگر کسی خرما هم میته 3 کیلو و هم خوب، اگر کشمش هم میته، اما برنج بهترین است. 3 کیلو باشد، کسایی که دارن پشت 1.5 گرمش نگردن، و کسایی که میگه زندگی موقع خوب نیست 2.5 کیلو کم نباشه، زیرا سایه پیامبر صلی الله علیه و سلم به می مقدار فعلا اندازه شده و تعیین شدگی است. در حدیث صحیح میاد که عبدالله ابن عباس میگه فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر، فرض کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر را طهرة للصائم، به خاطر پاکی روزدار، من اللغو و الرفث، از گپای بیهوده، از گپای گناه. یعنی در جریان رمضان که اگه بعضی گپای گناه را گفته، وقتی که صدقه فطر میته الله روزه از این را کامل میکنه. این متمم است که روزش کامل میشه، تکمیل میشه و خوبتر قبول میشه. اما ای که کسایی میگن که اگر کسی زکات فطر نته، سرسایه میگن صدقه فطر، روزش دعوا معلق میمانه، قبول نمیشه، این گپ صحیح نیست. این در هیچ آیت و حدیث نامدگی است، صرف امیق است که متمم و مکمل است. طهرة للصائم، پاک کننده است روزدار از لغو و رفث، یعنی گپای بیهوده و گپای بعضی گناه از زبانش صادر شده. الله اونمو گناهش اونمو روزیش از گناه پاک میکنه. یکی خو میگه روزه را پاک میکند از گناه ها، و دومی که طعامة للمساکین، غذاست برای مسکین. سعی کنیم برای کی پرداخته شود؟ مسکین کسی است که یک روز نان خود نداره، یا یک روز داره فردا را نداره، این را مسکین، یا یک وقت داره دیگه یک وقت نداره. یعنی برای مسکین داده شود. مستحقینش مسکین است، یتیم است، بیوه است، چیز نداره، غذا زندگی نداره، بر از اینا پرداخته شود. خب ما و شما در این شهر ما و شما که هست میگن گندم بده، گندم یک چیز ارزان یافتن. بازو هم میگه که 1 سایش که هست نیم سیر، نیم سایش که هست 1 چارک است، یعنی 1 چارک یعنی 2 کیلو چیز کم گندم هم میته. باز میگه تو بریم پرسان کنین کیلوی چند از گندم در شهر، و انا پرسان میکنه یا کیلوی 30 روپه یا 40 روپه، بالاخره میگه 50-60 روپه میشه 2 کیلوش. 2 کیلو بسیار زیاد است، 1 چارکش 50 روپه میشه. به می قسم این صحیح نیست، زیرا ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه که ما را پیامبر که امر کرده بود که از غذای شهر بپردازیم. سام من طعام خوراک. مثلا در یک شهر است که هیچ برنج نیست، دیگه چیزام نیست، اونجا گوشت زیاد است، ماهی است غذایشان، باز اونا از همون چیز میپردازن، زیرا دیگه غذا وجود نداره. چیزی که غذای شهر است خوراک عامش. خوراک عام ما و شما اساسی و صحیح فعلا برنج است. هر جایی که میری میمان میشی برات پلاو حتمی است، در پالیش اگر دیگه چیز باشه. این برای فقیر بسیار مهم است و مفید است، از این باید بپردازیم. خب اگر قیمتش 1 کیلوی 100 افغانی باشه، متوسطش 80 است یا 70 است، برنجی که پلاوی میگیم یا پخته شود، 70 روپه متوسطش است. اگر اعلایش میتیم بسیار خوب است. در هر چیز که
بهترین بتیم الله خوب قبول میکنه، زیرا الله در قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما نمیتونین به نیکی برسین، جنت حاصل کنین تا اینکه انفاق کنین، مصرف کنین از اون مالی که دوست دارین. خب در ارتباط از این خالفا میدیم که زکات فطر فرض بوده و بالای همه اطفال از خدمتگار است، همه ای که سرپرستش مرد خانه است با او باید بپردازه. 3 کیلو خوب است یا نزدیک به 3 کیلو، 2 کیلو و 7.5 گرم و یا کم از کم 2.5 کیلو پرداخته شود و از برنج پرداخته شود. یک سوال دیگه است که آیا قیمت پرداخته میتونیم یا نه؟ قیمت چطور است؟ قیمت امی پول امی چیزا را در این اختلافات است در بین علما. جمهور علما است، مالکی، شافعی، حنبلی، این مذاهب اسلامی ما و شما، اینا میگن که قیمت جایز نیست، پرداخته نمیشه، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله میتونست قیمت بگوید، بلکه طعام گفتگی است، غذا گفتگی است، غذای خشک مشهر گفتگی است. بنان اگر می کسی قیمت میپردازه او صحیح نیست و او درست نیست و این زکات فطر انجام نداده. اما مذهب حنفی ما و شما این میگه قیمت هم میشه که پرداخته شود، دلش حاجت و نیاز باشه نباشه. میگه قیمت و چیز که است خوراکه، یعنی برنج و خرما و کشمش و پنیر و چیزایی کلش یک قسم است، این مساوی است. دلش قیمت از او را خود برنج میپردازه یا قیمتش میپردازه، هر دوش یک قسم میدانه. اما نظر سوم این است، مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگه علما، که در حالتی که حاجت و نیاز باشد، یعنی نیاز به قیمت باشد، قیمت خوبتر ادا شود، میشه که قیمت هم پرداخته شود. مثلا اگر آل ما به حساب برنج بگیریم، یک کسی برنج نمیتونه یا مشکل برش پیدا میشه، بعضیا در حالت تنگنا قرار میگیره، زیرا باید زکات فطر پیش از نماز عید پرداخته شود. یعنی پیش از اینکه در نماز عید میای زکات فطر ادا کنی، به مسکین و فقیر برسان. زیرا در حدیث صحیح میاد که کسی پیش از نماز عید بپردازه، عبدالله ابن عباس میگه فهی زکات مقبوله، زکاتی است که مقبول است. و من اداها بعد صلات العید، اگر کسی بعد از نماز عید پرداخت زکات فطر خدا، فهی صدقه من صدقات، یک صدقه از صدقات است، این زکات نداده و گناهگار شدگی است، باید توبه بکنه، گناه کلان مرتکب شد. مگر اینکه یک کسی برش مشکل پیدا میشه، نمیتونه که پیش از عید بپردازه. گفتیم وقتی که آفتاب غروب کرد، اینمی وقت تا پیش از آمدن عید بهترین وقت است، افضل ترین وقت است. بعد از غروب آفتاب رمضان که تا صبح که نماز عید شروع میشه، پیش از او بپردازی. اما صحابه در حدیث صحیح میاد که 1 روز پیش از عید و 2 روز پیش از عید هم میپرداختن. پیش از رمضان صحیح نیست، پیش از 2 روز پیش هم این صحیح نیست، 1 روز پیش یا 2 روز پیش این هم صحیح است، مشکل نداره. در حدیث آمده و صحابه عمل کردگی است، پیامبر صلی الله علیه و آله را تایید کردگی است، یعنی در حدیث تقریری ثابت میشه. پس هر کسی 2 روز پیش از عید هم میپردازه صحیح، یا 1 روز پیش، و یا اینکه در روزی که عید است پیش از اینکه به نماز عید بیاد و از نماز از غروب آفتاب که شام شروع است تا صبح زکات فطر خدا بپردازه. اینا قیمت یگام تا در مشکلات گرفتار میشه قیمت هم بده. قیمت هم میم صحیح است، نظر خوب است و درست است که به حساب برنج اگر 2.5 بگیریم که حساب کنیم 2.5 کیلو نه 2.5 میشه کیلوی 100 روپا. اگر به 3 کیلو بگیریم 300 نفر 300، 10 نفر باشد 3000 افغانی بپردازه، 20 نفر باشد 6000 افغانی بپردازه. اگر 5 نفر است 1500 افغانی بهتر شمیست. 2.5 حساب میکنه هم صحیح، 300 حساب میکنه هنوز خوبتر است. اگر متوسطش بگیره 200 هم میشه، اگر کسی یعنی چیز باشد متوسط برنج که ما شما حساب بکنیم. پس این شد که بعضی احکام صدقات فطر بسیار مهم است که ما شما این عمل انجام بدیم. کسایی که در خود شهر است مستحقین اول به اونا داده شود، همسایه تسویناست، و اگر اونجا مستحقین نیست باز میشه که در دیگه شهر در جایی که فقیرها و مسکیناست با اونا، یا کسی میتونه از این 10 نفر به 1 نفر بده مستحق، یا اینکه به چند نفر تقسیم کنه. مثلا وقتی که 10 نفر از 30 کیلو یعنی برنج میشه به 1 خانواده بده
و میشه که به چند خانواده هم بده نظر به احتیاج و ضرورت.